ضربه‌های سرکش یکی از مستندهای رادیو آزادی در مورد زندگی یک زوج رپخوان است که در جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی پارادایس، یک دختر افغان که همواره در آهنگهایش از بی‌عدالتی، خشونت و تبعیض فریاد میزند را به تصویر کشانیده تا همه بدانند که مبارزه برای کسب حقوق زنان در افغانستان چقدر دشوار است. تعدادی از مردها رو اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشون افسوس میکردن به حرفایی که یک خانم مثلا در روی پرده میگفت و او مثلا اظهار تاسف میکرد، گریه میکرد، مثلا میگفت که من چنان مشکلات در اجتماع روبرو هستم و اونا به نسل یک مرد هیر اسم میکردن که هست همچین یک مشکلات را که اینا اسم میکنن و فکر میکنم این حس میتونه یک تغییر خوبی را شاید به شکل آنی نباشه، به شکل دفعه‌ای نباشه، ولی به شکل تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه. باید با این مشکل دست پنجه نرم کرد، بالاخره مردم را قانع ساخت که ما باید همین کار را بکنیم و تا فرهنگ امروال جامعه چیزی که هست امور تغییر بدیم. مستند ضربه‌های سرکش در سال 2015 به کارگردانی امید مرزبان، خبرنگار و مجری برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی تهیه شد و پس از نمایش در شهر پراگ جمهوری چک برای بار دوم در کابل به نمایش گذاشته شد.